به نام خدا و سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب باشه و خیلی پر انرژی. علی مظلوم هستم از وبسایت نتپیکسل و با دهمین بخش از دوره آموزشی CSS3 در خدمتتون هستم. ما در این بخش از دوره آموزشی می‌خوایم بپردازیم به طراحی یک اسلایدر 3D. همونطور که بهتون قول داده بودیم گفتیم که ما مبحث ترانزیشن ها و ترانسفورم ها به خصوص مبحث دو بعدی ها رو اگر تمام کردیم یک استاپی رو ایجاد میکنیم. قبل از اینکه مبحث انیمیشن ها بپردازیم یک اسلایدر 3D رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. بسیار خوب، بریم سراغ کار اصلیمون. خب در اصل دینور من باز میکنم، هر طور وبی اصلا مهم نیست. فایل نیو، از اصلا داک تایپ HTML فایل من انتخاب میکنم، کرییت رو میزنم، کنترل اس رو میخوام سیوش کنم، میام در داخل دسکتاپ یه نیو فولدر تشکیل میدم. به طور مثال نامش رو میذارم سلایدر، داخلش میرم نامش رو میذارم index.html، تایتلش هم به طور مثال تغییر میدم، میذارم سلایدر 3D. خیلی خوب، بعد میخوام فایل CSS رو اتچ بکنم. دیگه خیلی ساده است این چیزا دیگه. این قسمت نیو یک فایل تکست ایجاد میکنم style.css. یا در این قسمت دقت داشته باشید دوستان که من وقتی میخوام استایل سیستم رو اتچ بکنم به سورس کدم، بالای تگ متا نمی‌نویسم. تگ متا 512 کاراکتر بشمارید به پایین رسیدیم، باید این تگ متا وجود داشته باشه، اگر نه مرورگر قدیمی UTF-8 رو نمیخونن و وبسایت دچار مشکل میشه. من از این قسمت لینک رو ایجاد میکنم، حرفش رو میشه style.css، جاش دیگه معلومه، ریلیشنش که استایل قطعا خواهد بود و تایپش رو هم که text/css در نظر میگیریم. خیلی خوب، F5 رو من میزنم، قسمت CSS برای من ایجاد میشه. خب ستار رو من ایجاد میکنم، یونیورسال سلکتور هستش، مارجینش رو من 0 در نظر میگیرم، پدینگ رو من 0 در نظر میگیرم، بوردر رو هم برای اینکه آیه 8 دور عکسای من حاشیه نذاشته باشه، بوردر رو هم 0 در نظر میگیرم. خیلی خوب، بعد از اون هم میام تگ بادی رو هم، حالا فعلا با تگ بادی کار نداریم، میام در داخل سورس کد در قسمت بادی. خب من در قسمت بادی به یک تگ مادر یا تگ پرنت احتیاج دارم. یه دی آی وی ایجاد میکنم، آیدیشو مثلا میذارم کانت به طور مثال و در اینجا میبندم. میام در قسمت استایلم آیدی کانت رو من ایجاد میکنم و به آیدی کانت هم به طور مثال یک ارز میدم، همون 960 به نیابت از گرید 960 مون. مارجین رو هم صفراتو در نظر میگیرم که وسط باشه. درست شد این تا اینجا. حالا ببین در داخل سورس کد دوباره. خب در داخل سورس کد من یه دی آی وی دیگه تشکیل میدم با آیدی به طور مثال سلایدر و دی آی وی هم در اینجا میبندم. بیام در این قسمت و در قسمت استایل CSS اول از همه تگامو درست کنم، کامنت اپلای سورس فرمتینگ، در قسمت استایل CSS آیدی اسلایدر دارم دیگه، آیدی اسلایدر. خب در داخل آیدی اسلایدر من یک ارز در نظر میگیرم به طور مثال 900 پیکسل و یه پدینگ در نظر میگیرم. حالا پدینگ فعلا من نمیدم بلکه دیگه خیلی به اون صورت گیج نشید. خیلی خوب، برید دوستان، هدف ما از طراحی یک اسلایدر 3D چی هستش؟ ببینید من اینجا 6 تا عکس دارم، عکس های مختلف. میخوام یک مکعب مستطیلی رو ایجاد بکنم که با زدن هر کلیک حالا روی موس یا روی کیبورد عکس های من تغییر بکنن، یک بعد از به خدمتتون عرض شود که مکعب مستطیل به من نمایش داده بشه. خب من نیاز دارم به یک مبحثی به نام پرسپکتیو. شما اگر بخواید یک المانی در صفحه وبتون به صورت 3D نمایش بدید، باید اون المان به صورت پرسپکتیو ایجاد بشه. خب من میخوام دقیقاً همین اسلایدرم پرسپکتیو باشه. خب دو نوع من میتونم این کار رو انجام بدم. یکی ترانسفورم من اینجا بنویسم، بعدش بنویسم به طور مثال پرسپکتیو. به این صورت پرسپکتیو من ایجاد میکنم و در داخلش اون مقداری که میخوام در نظر میگیرم. مثلا چه میدونم 500 پیکسل در نظر میگیرم، یا نه میتونم اینو بردارم اصلا خود پرسپکتیو من اینجا بنویسم. پرسپکتیو اینجا میبینید و مثلا بذارم مثلا 800 که بعدش هم باید وب کیت رو اینجا قرار بدیم که کروم، فایرفاکس و اپرا اینا بخونن. به طور مثال من همینو میذارم مثلا 800. حالا 800 هم شاید زیاد باشه، میذارم مثلا 500. میخوام حالت 3D برام نمایش بشه. پس همیشه یادتون باشه که زمانی که ما میخوایم یه اسلایدر 3D ایجاد بکنیم، قطعا و یقینا باید پرسپکتیو در داخل اون المانمون قرار بگیره. خیلی خوب، بریم در داخل سورس کدمون در قسمت اسلایدر من یک تگ فیگور انتخاب میکنم، تگ فیگور که مربوط به HTML5 هستش. خب
یه تب ایندکس رو میخوام ایجاد بکنم. تب ایندکس هم چی هستش؟ طوری هستش که من اگر باتنی رو نذاشتم برای اسلایدرم، با هر تبی که زدم هر یک بعد از اون مکعب مستطیل برام نمایش داده بشه. خب تب ایندکس رو من اولیش میذارم 1 با آیدی به طور مثال فیگ 1 به طور مثال، چون با آیدی کار داریم. خیلی خوب، این فیگور رو هم در اینجا فکر میکنید باید ببندیم؟ قطعا و یقینا نه. خب پس در اینجا من میام یک تگ فیگ کپشن ایجاد میکنم، در اینجا میبینید، و تگم هم در اینجا میبندم. در تگ فیگ کپشن فقط مثلا میذارم اسلاید 1. همین باتن ها هستش، را دقت داشته باشید، همین باتن ها هستش. خیلی خوب، من از این یک کپی دیگه ایجاد میکنم، میام در اینجا دقیقا میشه چی؟ اسلاید 2، تب ایندکس 2، فیگ 2، 6 تا دارم دیگه، درسته؟ از همینا دوباره ایجاد میکنم. تب ایندکس 3، فیگ 3، اسلاید 3، دوباره یه دونه دیگه ایجاد میکنم. تب ایندکس 4، اسلاید 4، آیدی فیگ 4، دوباره ایجاد میکنم. البته تب ایندکس 5، فیگ 5 و در آخر هم اسلاید 5 و آخریش هم که شیشمی باشه، تب ایندکس 6، اسلاید 6، فیگ 6. چند تا فیگور داشتم؟ 6 تا دیگه، درسته؟ 3 4 5 و 6. کامنت اپلاس اتوماتیک. خیلی خوب، به این صورت برای من ایجاد شد. خب حالا بعد از اینکه من فیگ کپشن رو اینجا نوشتم، به آیدی هم نیاز دارم دیگه، درسته؟ آیدی فیگ 1 فیگ 2 زمانی که این مکعب مستطیلا تکون میخورن دیگه، هر کدوم از بعدهاشون و هر کدوم از اضلاعشون به طور مثال. خب حالا من در این قسمت یه تگ فیگور دیگه ایجاد میکنم دوستان. در تگ این فوتر مثلا آیدیشو میذاریم مثلا چه میدونم BX به طور مثال، هر چی که دوست داشتید، خیلی مهم نیستش. در داخل این تگ فیگور من باید عکس هام را قرار بدم، دونه به دونه. خیلی خوب، یه تگ آنجا ایجاد میکنم، سورسش رو برمیدارم. قبل از اون که سورس رو من بردارم مینیمایز میکنم، میام این فولدر ایمیجمو میذارم در داخل دایرکتوری. خیلی خوب، در این قسمت ایمیج، خب فیس اولیشو برمیدارم، فیس 1، فیس 2، هر کدوم که نیاز داشته باشید ببینید کدوم مثلا میخواد باشه. مثلا من فیس 1 رو برمیدارم به طور مثال. درست شد؟ این از تگم بسته شد. بعدیش میشه چی؟ میشه فیس 2 دیگه، درسته؟ کنترل C، کنترل V، کنترل V، کنترل V، کنترل V. چند تا شد؟ 2 تا و 4 تا و 6 تا. خیلی خوب، فیس 2 در اینجا، بعدیش میشه فیس 3، بعدیش میشه فیس 4، فیس 5 و فیس 6. خیلی مشخص و خیلی کامل. دقت داشته باشید که در این قسمت میگه که یک فیس من اینجا دارم، فیس 1، فیس 2، فیس 3، فیس 4، فیس 5، فیس 6. این حالا خیلی مهم نیست، پاکش میکنیم مثلا. خیلی خوب، میگه که یک از اینا دوتاشون، چون مکعب مستطیل اگه دقت کرده باشید دو طرفش عرض و طولش کمتره دیگه، دقت کرده باشید دیگه مشخصه دیگه. حالا توضیح چطوریه؟ خیلی خوب، من پریویو کروم میزنم، میگه که یه سری عکس دارم، درسته؟ با فیگ کپشن هم که بدین صورت هستش. دقت داشته باشید من روی هر کدوم از اینا کلیک میکنم، یک اوتلاینی برای من ایجاد میکنه. این اوتلاین رو بیام از بین ببریم، بیام در داخل استایل.css یه سلکتور من ایجاد میکنم، 2 نقطه فوکوس. توی قسمت فوکوس من اوتلاین رو به خدمتتون عرض شود که صفر در نظر میگیرم. صفر در نظر بگیرید دیگه تمام، مرورگر رفرش، میبینید که رو هر کدوم از اینا دیگه اوتلاینی برای من ایجاد نمیکنه. خیلی خوب، در داخل استایل.css ما یک تگی رو ایجاد کردیم برای فیگور با آیدی BX دیگه، درسته؟ بیام در داخل استایل آیدی BX رو من ایجاد بکنم، آیدی کلاس اصلا مهم نیست، هر چیزی که دوست داشتید. خیلی خوب، دیسپلی رو من بلاک در نظر میگیرم، برای که عکس‌ها در کنار هم خیلی مرتب قرار بگیره. یه ارزی رو براش در نظر میگیرم. خب این تگ این آیدی باکس من همون ارز عکسمون دیگه، نگاه کنین 900 در 400 هستش. پس من ارز رو 900 پیکسل در نظر میگیرم، ارتفاع رو هم 400 پیکسل در نظر میگیرم. درست شد؟ خیلی خوب. حالا در اینجا بچه‌ها من میخوام یه مبحثی رو براتون بیان کنم با مبحث value translate. ببینید دوستان، translate میخواد چیکار بکنه؟ جایی که المان قرار داره تغییر میده. به طور مثال شما میخواد یک مکعبی رو ایجاد بکنید. خب
وب شما که یک بعدی اگر بخواید به صورت 3D نمایش بدید، اولا از همه که المان شما باید به صورت پرسپکتیو باشه. این یه هست، این که کاملا مشخصه. حالا برای اینکه بخواید با ترنسلیت مثلا یک زل رو ببرید پشت زل دیگه، یک زل رو ببرید کنارش، از ترنسلیت استفاده میکنیم. پس من در رسد BX تو مرحله اول ترانسفورم رو ایجاد میکنم در این قسمت. بعدش میگم چی دوستان؟ میگم ترنسلیت. ترنسلیت هم فقط ترنسلیت Z. میگم منفی 200 پیکسل. اینا چی هستن بهتون کامل توضیح خواهم داد. این ترنسلیت Z من میاد چیکار میکنه؟ پوش میکنه آبجکت ها به عقب در مکانی که قرار دارن. خیلی خوب، این تا اینجا. فقط بنظر من وب کیت رو هم قرار بدم برای مرورگر کروم کاملا جواب بده. حالا دقت داشته باشید، من در آیدی باکس هم ایمیج های مختلفی دارم دیگه. پس آیدی باکس ایجاد میکنم با سلکتور IMG. خب پوزیشن رو من میذارم ابسولوت. اینکه پوزیشن ابسولوت چرا من میذارم دیگه بحث برمیگرده به اساس CSS2 دیگه، که پوزیشن ها به چه صورت هستن که دوستان دیگه کاملا متوجهن که پوزیشن ابسولوت به طور کلی با مرورگر کار میکنه. پوزیشن رلاتیو در جایی که قرار داره، اگر پوزیشن مادر رلاتیو باشه، پوزیشن چایلد ابسولوت باشه، دیگه ابسولوت با مرورگر کار نمیکنه، با پوزیشن مادرش کار میکنه دیگه. این بس برمیگرده به خود دوستان. تاپش رو من 0 در نظر میگیرم، لفتش رو هم من 0 در نظر میگیرم. خیلی خوب، این تا اینجا یه پریویو داشته باشین. میبینی که به چه حالتی برای من عکسای من در اومد. ترنسلیت زده من دقیقاً همین کار اومد انجام داد. بیام برش داریم، میبینی که جلو عقب رو برای من ایجاد میکنه. خیلی خوب، حالا پوزیشن ابسولوت تاپ 0 لفتش هم 0. اینو من میام برمیدارم به طور مثال مرورگر رفرش میکنم، میبینی که عکسا به این صورت در اومده. این پوزیشن ابسولوت تاپ 0 لفت هم 0 برای کل عکسا برای من در نظر میشه. خیلی خوب، این تا اینجا. الان مرورگر آی اینجوری نمایش میده برای شما، حتی که درست هم بشه. آی از امان از این آی. خیلی خوب، در سورس کد ما یک فیک کپشن هم داشتیم دیگه برای باتنامو. فعلا من با اینا کار ندارم که حالا باتنامو میخوام چه استایلی بدم. اصل روی همین اسلایدر هم هستش. اینه که میخوام روی اینا چیکار بکنیم، بعدا اگر بخش روشون کار خواهیم کرد. خیلی خوب، بیام در داخل استایل CSS من یه آیدی ایجاد میکنم با نام BX، آیدی خودم. بعد میگم IMG دو نقطه انتی چایلد. من انتی چایلد دیگه بررسی کردیم دوستان، در مبحث سلکتورها کاملا بررسی کردیم. انتی چایلد یک، عکس اول چه اتفاقی براش بیفته دوستان؟ خب اول اصلا من ترانسفورم رو اینجا می نویسم، بهش میگم روتیت داشته باش در حالت X با 0 دیگری. تو مبحث ترانسفورم اینا رو مطرح کردیم. و با ترنسلیت چی؟ Z. توی دست کدا برای من نوشته داده، ولی بنایی نیست که پشتیبانی نکنه. 200 پیکسل. درست شد. روتیت تو مرحله اول 0 دیگری، 0 درجه، ترنسلیتش 200 پیکسل. یه 200 پیکسل منفی اینجا داشتیم، یه 200 پیکسل اینجا داریم. برای عکس اولم که بیاد جلو برای من نمایش بده. خیلی خوب. مرورگر میارم پریویو. فعلا چیزی تغییر نکرد. خیلی خوب. حالا میام در این قسمت، چون با آیدی های فیک کار نکردیم، همین آیدی BX رو من برمیدارم در اینجا میذارم. یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه و یکی دیگه. این شد 2، این شد 3، این شد 4، این شد 5، این هم شد 6. یکی اضافه است. خیلی خوب، تو من علاوه گفتیم 0 دیگری دیگه. دومی 180 درجه بچرخه. خب ترنسلیت زدم همونجا سر جاش باشه. دقت کردید وقتی میخوام یک اسلایدر باکس هم بچرخه به چه صورت هستش؟ خب حالا برای کاملتر درک بکنید من میام سورس آخر پروژه رو بهتون نشون بدم که کامل درک بکنید که قضیه از چه قراره. ببینید من یه عکس اول دارم، تبو میزنم در این قسمت 180 درجه من میچرخه. درسته؟ دقیقاً همین مبحث رو میخوایم بیان بکنیم روی همین. خب 180 دیگری تو اینجا، 90 دیگری برای سومین عکسم ترنسلیت سر جاش تغییر نمیکنه. درسته؟ حالا برای عکس چهارمی باید چیکار بکنم؟ برای عکس چهارمی میگم مثلا منفیه 90 دیگری، دست خودتون هر چی دوست دارید. فقط ترنسلیت سعی کنید رو 200 پیکسل باشه که دقیقاً عکسم رو همونجا باشه، بود دیگه تغییر نکنه، عقب و جلو نره. درست شد؟ منفی 90 دیگری اینجا. خیلی خوب. منفی 90 دیگری برای عکس چهارم دیگه. برای عکس پنجم بیام 90 دیگری منفی 90 دیگری بذارم. چه ایرادی داره؟ درسته؟ فقط برای عکس ششم ما ترنسلیت دیگه تغییر میدیم. بازم دست خودتونه. 700 پیکسل و در آخرم
90 دگری خود کارم. البته تو این منفی، البته ببخشید این مال 5، این 200 ما آخری منظورم بود 7. نه 90 دگری، 90 درجه حالا به یک حالتی. درست شد. خیلی خوب. پریویو داشته باشیم. هیچی نداریم اینجا. تا من آیدی فیگ 1 فیگ 2 رو اینا رو تنظیم نکنم کاری ما نداریم. این زمانیه که من آیدی ها رو ایجاد کردم، بعد تبا زدم، حالا باتنا زدم، یک چنین افکت های، یک چنین تحرکاتی ایجاد بشه. درست شد دوستان؟ خیلی خوب. حالا قدم بعدی چیه؟ همون آیدی فیگ 1 هم. آیدی فیگ 1 رو من ایجاد میکنم. آیدی فیگ 1 بود دیگه. آره سورس کد، بله فیگ 1. خیلی خوب. 2 نقطه فوکوسم در این قسمت. با چه آیدی کار کنه؟ با آیدی بی ایکس هم. هر کدوم از این عکسام یه آیدی بی ایکس هم دیگه. درست شد. خیلی خوب. اوکولات باز بسته. ترانسفورم من اینجا می‌نویسم. فقط قبل از اون من این وب کیت ها اینا رو بنویسم که دچار مشکل نشیم در این قسمت. فقط برای کروم. فعلا برای کروم کار می‌کنیم. خیلی خوب. به این صورت خیلی جالبه ها. اصلا معرکه است. خیلی خوب. در اینجا وب کیت رو بذاریم. حالا در این قسمت من با ترنسلیت زد کار دارم. ترنسلیت زد میگم منفی 200 پیکسل تو حالت اول سر جاش. تو حالت اول سر جاش دیگه. این اسلایدر من اگر نگاه کرده باشید ببینید من شماره 1 رو بیارم سر جاش، الان سر جاش رفرش بکنم سر جاشه. درسته؟ پس منفی 200 پیکسل، منفی 200 دقیقاً همینجا. روتیت داشته باشه؟ نه آقا جان، روتیتش تو همون حالت اول من روتیت ایگریگ هم 0 باشه. درست شد؟ روتیت ایگریگ من تو حالت اول 0 دگری باشه. تمام شد رفت. درست شد؟ این از آیدی فیگ 1 من. خب ببینیم چی داریم. من پریویو میزنم. میبینید که یه عکس برای من ایجاد شد. حالا اینکه چرا عکس دومیه بهتون توضیح میدم. درستش میکنیم اونا رو. خیلی خوب. از این فیگ 1 من کپی ایجاد میکنم، میذارم، میشه فیگ 2. 2 نقطه فوکوس. آیدی چی دوستان؟ باکس. خیلی مشخص و خیلی کامل. خب تو مرحله اول گفتیم ترنزیت زد منفی 200 سر جاش، روتیت ایگریگ هم 0 دگری. درست شد؟ حالا برای دومی منفی 200 سر جاش، روتیت ایگریگ من منفی 180. اصلا روتیت ایکس ایگریگ نه، میخوایم بچرخه دیگه. روتیت ایکس من منفی 180. درست شد دوستان؟ خیلی خوب. فقط دقت داشته باشید دوستان، وقتی من این آیدیا رو ایجاد کردم موقعیت عکس ها رو برای من مشخص میکنه. این عکس در کجا قرار داره؟ در پشت قرار داره، در جلو قرار داره، در سمت چپ قرار داره. در این قسمت زمانی که عکس میخواد حرکت بکنه 180 درجه حرکت کنه، 250 درجه حرکت کنه، دیگه بستگی به خودتون داره. من یه اشتباهی کوچیک کردم، بعد توضیح دادم تو این مسیر. دقت داشته باشید که اینا موقعیت عکس ها رو مشخص میکنه و اینها حرکت هر کدوم از این عکس ها. خب فیگ 2 رو اینجا مشخص کردیم دیگه. درسته؟ حالا میرسیم به فیگ 3. من اینجا اینتر بزنم، میگم فاصله ایجاد بکنم. خب ترنسلیت زد من همون منفی 200 پیکسل دیگه توی فیگ 3. فقط اینجا روتیت ایگریگ رو دارم. مثلا منفی 90 درجه. کار بکنید دستتون میاد چه دگریایی ببندید. اصلا برفرض که دوست دارید آقا بگید حال نمی‌کنم روتیت ایکس میخوام بدم، اصلا ایراد نداره، موردی نداره. یه اسلایدر خیلی خاص و خیلی جالب‌تر هم شاید ممکنه بشه. خیلی خوب. فیگ 3 رو من ایجاد کردم. بریم سراغ فیگ شماره 4. آیدی فیگ 4. درست شد؟ ترنسلیت زدم همون منفی 200 پیکسل. اینجا حالا روتیت ایگریگ منفی 90 بود دیگه. آره بیایم مثلا حالا چه میدونم روتیت ایکس بدیم. اینم روتیت ایکس بدیم. دستی که بگم میام خودمون داره. آره روتیت ایکس بدیم که مکعب مستطیلمون درست در بیاد. خب روتیت ایکس اینجا 90 دگری شد دیگه. درسته؟ فیگ 2 مون شد 180 منفی 180. فیگ 3 مون شد منفی 90. فیگ 4 مون اینجا میشه 90 دگری. درست شد؟ خیلی خوب. حالا ببین نگاهی بندازیم حالا به فیگ 5 و فیگ 6 نرسیدیم، ایرادی نداره. پریویو من میذارم، پریویو کروم تابو میزنم. دقت بکنید موقعیت عناصر برای من اینجا کامل مشخص میکنه. خب یکی با خودش میگه آقا چرا این درست نیست؟ یکیش برمیگرده به ترانزیشن، چون از ترانزیشن هنوز ما استفاده نکردیم. یکی هم میگه فیگ بعدی ها هنوز مونده دیگه. در داخل سورس کد من باید مشخص بکنم. در داخل استارت فیگ 4. حالا این فیگ 5 رو خواهیم داشت. در فیگ 5 ترنسلیت زدم منفی 450 میدم بهش.
باید دستتون بیاد برای مکعب مستطیل. منم خودم خیلی با اعداد بازی کردم و فارغ از اون اعداد دیگه دستم اومده که به چه صورت باید کار انجام بشه. 450 منفی و اینجا میشه 90 دیگری. اینجا دیگه روتیت ایگ رو من دارم. بعد فیگه 6 رو من در اینجا دارم. یه ترانزیت زد دارم همون منفی 450 تای دیگه و اینجا هم منفی 90 دیگری رو خواهم داشت. درست شد؟ پریویو رفرش میبینی که تمام عکس‌ها برای من ایجاد شد. خیلی خوب. حالا یه نگاه کلی بندازیم ببینیم کجا رو مشکل ایجاد کردیم. فعلا که مشکلی نداشتیم. خب ببینید بچه‌ها دو تا قسمت هستش. یکی که ما بحث ترانزیشن ها رو استفاده نکردیم. یکی که مثلا خیلی 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 مهم برای به عبارتی همون به حالا راحت‌تر بخوایم بگیم پریسرو من که تیردی نگه داره اون المان های من رو. خیلی خوب. من بیام در سلکتور فیگورم در این قسمت یه سلکتوری داشتم، همه اینا فیگور بودن دیگه، درسته؟ فیگور با آیدی فیگ 1 فیگ 2 فیگ 3 فیگ 4 فیگ 5 و فیگ 6. یک سلکتور دارم به نام فیگور در اینجا. خب تو مرحله اول من دیسپلی رو اینلاین در نظر میگیرم. درست شد؟ مرورگر بیاریم رفرش. خب فعلا کاری نداریم. بعد از اون یک چیز خیلی 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 مهم دارم با نام پریسرو. خب من در اینجا ترانسفورم رو می‌نویسم در داخل ترانسفورم. بیایم پایین ترانسفورم استایل. ترانسفورم استایل از حالت فلت در میارم میذارم پریسرو 2D. درست شد؟ سیمیکالون میذارم برای اینکه کارم هم درست بشه. وب کیت. خب حالا اگر من در کروم رفرش رو بزنم اون 3D کامل برام نمایش داده میشه. یعنی پریسرو 3D که گذاشتم دقیقاً عکسایی که می‌خواستم همونجا قرار گرفتم. خیلی جالب و خیلی جذاب. پریویو رو میزنم، پریویو کروم، عکس اولم اومد، دیگه عکس دومی نیست. تبو میزنم، عکس دومی میاد، عکس سومی میاد و عکس‌های بعدی به یک عبارتی. خیلی خوب. حالا الان ترانسفورم همه درست شد. موقعیت عناصر حالا مشخص شد. تبو میزنم، عکس‌های بعدی میاد. با ترانزیشن باید بازی بکنم. ترانزیشن حالا باید در کجا قرار ما بدیم؟ به یک عبارتی خیلی مشخص و خیلی ساده اگر بخوایم بیان بکنیم دقیقاً در داخل آیدی باکس من، در داخل آیدی باکس من هستش که اتفاقات مختلف ایجاد میخواد بشه دیگه. ترانزیشن رو من اینجا می‌نویسم، در اینجا ترانزیشن. حالا در ترانزیشن من کدوم پراپرتی کدوم ولیوی من باید ایجاد بشه؟ ترانسفورم من میذارم در این قسمت وب کیت در این قسمت و ترانسفورم من که میخوام 1 ثانیه باشه. تو 1 ثانیه این کار برام انجام میشه. وب کیت اینجا رو میزنم و تمام. خیلی خوب. حالا بیان یه پریویو داشته باشیم. پریویو کروم تب رو میزنم، میبینید چقدر زیبا و جذاب برای من ایجاد میشه. البته یه سری مشکلات هست، این مشکلات رو باید برطرف کنیم. میبینید میگم بازی با عدد دست خودتون باید بیفته. مثلا این الان بود من خالیه، باید ببینیم مشکل سر کجاست. اتفاقا جالبم شد، یک اشتباه کردیم کاملا برای شما مشخص شده که این عکس‌ها در کجا قرار گرفتن. بیایم پایین ببینیم چه بلایی سر این کد در آوردیم. خیلی خوب. آها در این قسمت خدا بگم علی مظلوم را چه کند. در قسمت چارت 6 ما روتیت ایکس رو دادیم، روتیت ایگرگ رو دادیم، روتیت ایکس. روتیت ایگرگ رو من در قرار میدم. یه پریویو داشته باشیم ببینیم درست شد. این عکس اولم، عکس دومم، عکس سومم، عکس چهارم هنوز که درست نشده. البته اون عکس ششمی درست شده ها. یه عکس ششمی بزرگ میاد اینجا، این درست شده. بعد این بعدی رو ببینم چشونه. تو قسمت چایلد 5 هم بله اینجا هم پی ایگرگ داریم. خدا بگم چیکارم کنه. خیلی خوب. مرور میام رفرش میکنیم. عکس اول، عکس دوم، عکس سوم، عکس چهارم، عکس پنجم. عالی، کیف میکنه آدم. بسیار هم عالی. حالا برای اینکه اون دید شما درست بشه، پرسپکتیو من میتونم تغییرش هم بدم. مثلا بذارم پرسپکتیو 800. پیکسلش هم نذاشید ایرادی نداره. ببینید با یه حالت بهتری برای شما نمایش میده. به خصوص توی این قسمت حالا اگر نگاه کرده باشید میبینید اومده ذره عقب‌تر، حالا میاد جلو. خیلی جالبه ها، خیلی خیلی جالبه. میتونیم مثلا 200 پیکسل در نظر بگیریم پرسپکتیوم رو. رفرش من میذارم.
یعنی جالب‌تر هم شد، حالا تیز مانندیه، خیلی جالبه. این تو بحث مکعب خیلی به درد میخوره. مکعب مستطیل نه خیلی جالب نیستش. بسیار خوب، این خیلی جذاب و خیلی عالیه. اتفاقا 200 میزان خوبه، بد نیستش. مگر آره خیلی جالبه. خیلی خوب، میگم میتونید مقادیر رو تغییر بدید دیگه، دست خودتون هستش که مقادیر به چه صورت باشه. پیشنهاد من این هستش که دوستان تمرین کنن یک مکعب رو حالا به وجود بیارن به جای مکعب مستطیل. مکعب رو وجود بیارید، هر مشکلی که داشتید، هر مشکلی ایمیل بزنید، تو بخش دیدگاه بپرسید. اگر نپرسید دیگه مقصر خودتون هستید. اگر تونستید مکعب رو ایجاد کنید که خیلی عالی، سورس کدش رو بذارید برای دوستان دیگه‌تون ببینن. اگر هم نتونستید حتما ایمیل بزنید به ما، من بهتون کامل توضیح خواهم داد. اگر ببینم تقاضا خیلی دیگه زیاده، مکعبش هم ما طراحی می‌کنیم. بسیار خوب، من که مثل همیشه لذت بردم. این باتناش هم خودتون هم میتونید طراحی کنید، رو هر کدوم که کلیک می‌کنید براتون عکس مورد نظر میاد. من که خیلی لذت بردم، اسلایدر خیلی جالبی بود و خیلی هم لذت بخش بود. پیج ما رو هم در فیسبوک اصلا فراموش نکنید. 372 نفر از عزیزان هم لایکش کردن و میتونید از محتویاتش لذت کافی و وافر رو ببرید. بسیار خوب، علی مظلوم هستم از وبسایت netpixel.ir. تا آموزش‌های بعدی مثل همیشه خدا نگهدار.